السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد، فضیلت ماه رجب. برادران عزیز و بزرگوار، من شما در این ماه رجب قرار داریم که بعد از رجب شعبان می شود و بعد از شعبان رمضان می آید. این ماه دارای درجه چه فضیلتی است. در این ماه روح انسان تازه می شود. در این ماه بیشتر ارتباطی مخلوق با خالق می شود، برقرار می گردد. در این ماه رجب نماز خواندن، در این ماه یا روزه گرفتن و در این ماه تلاوت قرآن کردن فضیلت خاصی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که چشمانش به هلال این ماه می افتاد، دید و دعا کرد: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. یا الله با برکت بگردان ماه رجب و شعبان را. و بعد می فرماید: و بالغنا رمضان. یا الله ما را به رمضان برسان. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، ابو سعید خدری روایت می کند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود: الرجب شهر الله. این ماه رجب ماه خدا است، ماه الله است. رسول الله چی میگوید؟ من اکرمه شهر الله. کسی که احترام میگیرد این ماه رجب را، این ماه شهر الله است. ماه یعنی که ماه الله است. اکرمه الله فی دنیا و الاخره. کسی که این ماه را احترام میکند، الله آن را در دنیا و در آخرت پاداش خوب و سربلندی نصیبش میگرداند. از دوره‌های حضرت آدم تا به خاتم به این ماه احترام داشتند، احترام میکردند. در زمان حضرت عیسی یک جوان بود وقتی که با همراه یک دختر در یک جای خانه در آمدند که در خانه هیچ کسی نبود، جای تنهایی بود. میخواستند کارهای زشت انجام بدهند، یک کار فساد انجام بدهند. با هم دیگر نزدیک شدند. ناگاه در این جوان به یادش آمد یا که یک صدای شنید که این ماه رجب است، یعنی که ماه شهر الله است، ماه الله است. این جوان یک تکان خود را از بر دختر دور گرفت و از آن در بیرون شد. آن دختر صدا زد: ای جوان، تو کجا می روی؟ جوان گفت: تو مگر نمیدانی که این ماه رجب است؟ و سراسیمه بر خانه رفت. الله سبحانه و تعالی به حضرت عیسی فرمان داد که به خانه و زیارت دوست ما برو که چه احوال دارد. حضرت عیسی گفت: آیا کی است که دوست شما و چی کار کرده است؟ الله سبحانه و تعالی گفت: اما بنده بود که ماه من را قدر کرد. در ماه من خودش را از گناه، از زنا دور گرفت. بر ماه من احترام گذاشت، یعنی که این ماه رجب ماه شهر الله است، ماه الله است. و حضرت عیسی بر خانه این جوان را، وقتی که این جوان حضرت عیسی را دید، خود را به سجده انداخت، خدا را شکر گفت: من یک بنده بودم که اما حضرت عیسی را به من نصیب گردانید که من ببینم و یکی از امتان بهترین شد. این ماه رجب و شعبان و رمضان فصل عبادت است. مانند که امروزها وقتی فصلهای دهقانان میرسد کشاورزی میکنند، این ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان ماه عبادت است، ماه کار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: الرجب شهر الله. در این ماه من اکرمه شهر الله. این ماه رجب ماه الله است. کسی که این ماه را احترام میکند، کسی که در این ماه عبادت و بندگی میکند، کسی که در این ماه از گناه خود را دور میگرداند، کسی که در این ماه آن خواهری که حجاب ندارد حجاب میکند و آن کسی که بی حیا است حیا میکند و آن جوانی که در راه گناه است خود را از گناه دور میگیرد، الله آن را پاداش عظیم نصیب میگرداند و سربلندی در این دنیا و در آخرت نصیب میگرداند. در این ماه تمام انبیاءها قدردانی میکردند. این ماه در ماه رجب احترام میگذاشتند و تمام امتها در این ماه احترام میگذاشتند. قرآن در بین ما چقدر اهمیت بزرگی دارد که الله میفرماید:
قرآن کلام الله، یعنی که قرآن کلام الله هست. در خانه همه ما قرآن هست و الله میگوید کعبه در نزد ما چقدر احترام مقام بلندی دارد. الله میفرماید کعبه بیت الله، یعنی که کعبه بیت الله، کعبه خانه الله است. اول قرآن کلام الله، کعبه بیت الله. و این ماه رجب چقدر ماه خوبی است، چقدر ماه پرفیض و برکتی است که الله میفرماید رجب شهر الله، یعنی که رجب ماه الله است. و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر پیش ما قدر و قیمت دارد که الله آن را میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که این چارچی قرآن کلام الله، کعبه بیت الله، رجب شهر الله، محمد رسول الله، یعنی که این ماه رجب این بزرگی ماه را نشان می‌دهد که در بین اینها گذشته است. رجب شهر الله، یعنی که رجب ماه الله است. کسانی که در این ماه رجب روزه میگیرند، یک روز روزه میگیرند، الله آنها را 3 ساله مزد ثوابش نصیبشان میگرداند. و در روایت آمده است که کسی که در این ماه رجب یک روز از سر ماه رجب و یک روز از بین ماه رجب و یک روز از آخر ماه رجب میگیرد، الله سبحانه و تعالی آن را 1000 ساله ثواب نصیبش میگرداند. این چقدر ماه بزرگی است. از عمر ما چقدر رجب ها گذشته است، از عمر ما چقدر شعبان و رمضان ها گذشته است، ما بیخبر بودیم. ما چقدر از عمر خود استفاده کردیم. در همین ماه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با در شب معراج با الله سخن گفت. این ماه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با الله ملاقات کرد. در این ماه است که احد با احمد ملاقات کرد. تو هم ای امت میتوانی که دعا کنی، بندگی کنی. همه ما باید اعمال صالح داشته باشیم، در راه خوب باشیم که الله میفرماید در سوره الف لام آیه 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. کسانی که اعمال صالح دارند، کسانی که کارهای شایسته میکنند، آنها داخل جنت میشوند. باید که ما در این ماه بسیارتر کارهای خوب انجام بدیم و ذکر و عبادت و بندگی کنیم. در قرآن میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله میفرماید ما جن و انسان را نیافریدیم برای عبادت کردن. الله میفرماید برای الله را شناختن. آیا ما هر قدر که عبادت کنیم، هر قدر که بندگی کنیم، بندگی ما و شایستگی ما بالا می رود، حسنات ما بالا می رود. وقتی که حسنات بالا رفت، سیئات ما بالا می رود، ثواب و مرتبه ما بالا می شود. برای اینها بالا رفتن قلبی بیدار لازم است. قلبی که فقط عشق الله را طلب کند که روز قیامت داخلی جنت شود. درگاه الله چنین درگاه است که نمیگوید که تو فلانی هستی یا که تو از کجا هستی. بلال از حبشی بود، بلال سیاه‌پوست بود، بلال غلام بود. با درگاه خداوند راه پیدا میکند. و سلمان از فارس است، با درگاه الله راه پیدا میکند. ولی ابو جهل از کجا است؟ ابو لهب از کجا است؟ از کدام قوم میباشند؟ قریشی هستند ولی راه پیدا نمیکنند. ماه رجب وقتی که آغاز می شود، جبرائیل امین و 70,000 ملائکه می آید بر مدینه منوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید ای جبرائیل چی پیام داری؟ جبرائیل علیه السلام می گوید
ای محمد صلی الله علیه و سلم، کسی که در این ماه توبه میکند، کسی که در این ماه یک بار توبه میکند، الله سبحانه و تعالی، یک شخص توبه میکند، الله سبحانه و تعالی تمام گناهان گذشتگان را میبخشد، تمام گذشتگان را عفو میکند. سبحان الله، این چقدر ماه بزرگی است، چقدر نعمت بزرگی است. در یک روایت آمده است که کسی که در این ماه 100 مرتبه استغفر الله میگوید و در روزها نماز میخواند و بعد از نماز میگوید که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، در روایت است که الله سبحانه و تعالی او را چنین پاک میگرداند که مثل که نو از مادر تولد شده است. سبحان الله. امروز خواهران ما در راه گمراهی هستند. آیا یک بار ما از خواهر خود پرسیدیم یا از کسانی که از همسر خود پرسیدند که ای همسرم، آیا در خانه ما یک بار چاینیک میده شود یا یک پیاله میده شود یا یک تلفن موبیل میده شود بشکند؟ 100 بار ما از اون دختری از دادر یا از برادر میپرسیم که چرا تو این را شکستی، اما یک بار نمیپرسیم که چرا ای خواهر، ای همسر، ای دادر، چرا یک هفتهش نماز را نمیخوانی؟ یک بار نپرسیدیم. در یک روایت آمده است که در ماه رجب سوره طه را بسیار خوانیم و سوره الف لام میم را بسیار خوانیم و سوره یاسین را بسیار بخوانیم و بسیارتر بگوییم استغفر الله و بگوییم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اینها وظیفه های هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را بسیار بسیار انجام میداد در این ماه. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.